مردم تو را از عرق و از قمار بازی سوال میکنن، میپرسن. برای اونها بگو که عرق و هر چیزی که در عقل انسان ضرر داره ایره شریعت اسلام خمر میگه. خمر فقط عرق نیست، نشأمندی هر چیزی که در عقل انسان ضرر میکنه، عقل انسان ضعیف میکنه، عقل انسان ناکام میکنه، ایره خمر میگن. میدروی عرق، میدروی مقصد در گروه عرق نشأمندی هر چیزی که در مواد مخدرات هسته اینها را خمر میگن. ضرر اینها را قرآن برای ما و شما میگه که پیغمبر ما به مردم بگو که هر دی اینها، یکی عرق نوشی و نشأمندی، دوم قمار، اینها بی نهایت گناه کلان و ضرر زیاد داره.